نودل یا دامپلینگ ریسی قبل دستور پختش اینجوری نگاه کن. تو هم اگه با این رسیپی درستش کنی همینقدر از مزهش لذت میبری. اول از خمیرمون شروع میکنیم که فقط با آب آرد. مقدارش هم توی کپشن برگ نوشتم. یه 10 دقیقه ورزش بده، بعد بذارش توی ظرف، یه پارچه نمدار بکش روش و بذارش کنار. بعد مواد رو بریز تو خورد کن، ولی انقدر خوردش نکن که آب پس بده. مواد خورد شده تو با گوشت و تخم مرغ و پیازچه و یه سری ادویه دیگه که توی کپشن برات نوشتم و قاطی کن. الانم وقتشه که بریم سراغ خمیرمون. مهمترین نکته این بخشم اینه که وقتی داری خمیرتو پهن میکنی با وردنه خیلی نازکش نکنی. دور خمیرت هم حتما یکم خیس کنی که بتونی خیلی راحت بچسبونی و بهش فرم بدی. به سویا سست هم حتما آب و زنجفیل اضافه کن برای شوره کمتر و بوی بهتر. دامپلینگ هم اول سرخ کن، بعد یه لیوان آب اضافه کن و یه رو بعدش آماده است. بخور لذتشو ببر.